همه بهت میگن تنبلی نکن، سدای ذهنی تو بشکن و شروع کن، ولی هیچکس بهت نمیگه چجوری باید این سدای ذهنی تو بشکنی و از این تله های ذهنیت فرار کنی. اگه تو هم خسته شدی و میدونی باید شروع کنی، اما یه دیوار بلند نامرئی جلوی تو گرفته و انگار توی یه چرخه تکراری افتادی، این ویدیو دقیقاً برای توه. امروز نمیخوام راجع به تنبلی یا خود دروغای ذهنی حرفی بزنم، چون دیگه خیلی خوب میدونم که همه اینا رو میدونی. امروز اومدم 3 راهکار بهت بدم که خیلی شیک تله های ذهنی تو دور بزنی و بدون اینکه مغزت بفهمه کارتو شروع کنی. بزرگترین اشتباه ما اینه که میخوایم با این تله های ذهنیمون بجنگیم. مثلا میخوایم با زور کمالگرایی، اراده و ترس رو شکست بدیم، ولی اراده یه منبع محدوده که وسط راه زود تموم میشه. مغزت جوری سیم کشی شده که وقتی با اجبار و زور مواجه میشه بیشتر مقاومت میکنه و بیشتر توی تله ذهنی میندازدت. پس کلید موفقیت جنگیدن با تله های ذهنی نیست، بلکه دور زدن ذهن و هک کردن تله های ذهنیته که من اینجا 3 از این راهکارا رو بهت میدم. ترفند اول، تکنیک پیشنویس آشغال یا همون دور زدن تله کمالگرایی. این ترفند تخصصی برای دور زدن کمالگراییه. وقتی میخوای یه کاری رو شروع کنی، ذهنت بهت میگه اون کار باید کامل و عالی باشه تا من شروع کنم. حالا تو برای اینکه دورش بزنی به ذهنت بگو من اصلا قرار نیست این کارو کامل و بدون اشتباه انجام بدم، میخوام بدترین و بیکیفیت ترین پیشنویس رو ارائه بدم. وقتی به ذهنت اجازه میدی بدترین کار رو تولید کنه و ارائه بده، ناخودآگاه تله کمالگرایی ذهنت شکسته میشه و بعد از چند دقیقه میبینی که کارتو خیلی عالی هم شروع کردی و داری ادامه میدی. ترفند دوم، تکنیک قرارداد 5 دقیقه‌ای یا همون فرار از تله انگیزه. برای دور زدن این تله که منتظری اول انگیزش بیاد بعد شروع کنی، با مغزت یه قرارداد ببند. ذهنت بگو من فقط 5 دقیقه روی این پروژه کار میکنم و بعد از 5 دقیقه اگه خسته شدم این کارو ول میکنم. مغزت این قرارداد رو قبول میکنه چون اصلا براش سنگین نیست. ولی رازش اینجاست، سخت‌ترین بخش هر کاری شروع کردنشه. وقتی قفل 5 دقیقه اول رو بشکنی، تله ذهنی شروع کردنت شکسته میشه و ذهنت تمایل پیدا میکنه که کارو ادامه بدی. ترفند سوم، ترفند استکاک فیزیکیه. گاهی تله های ذهنی مقدمات کار رو برات خیلی بزرگ نشون میده. مثلا اگه برای شروع کار لازمه که اول میز کارتو آماده کنی، لپتاپتو باز کنی، قلم و دفتر و چیزای دیگر رو مرتب کنی، مغزت سنگینی این مقدماتو میبینه و کلاً پشیمون میشه. حالا راه حل دور زدنش چیه؟ این که از شب قبلش یا از چند ساعت قبلش اول میز کارتو مرتب کنی، کتابتو مرتب کنی، محل جایی که میخوای بشینی رو مرتب کنی، آماده کنی و صبح وقتی بیدار شدی میخوای کارتو انجام بدی، فقط کافیه یک کلیک کنی و کارو شروع کنی. اون وقت این کلیک کردنه چون یه کار خیلی کوچیکه، مغزت خیلی راحت میپذیره و کارتو شروع میکنی. یادت باشه آدمای موفق اراده آهنی نداشتن، اونا فقط یاد گرفتن چجوری به ذهنشون کلک بزنن، تله های ذهنیشون رو دور بزنن و موفق بشن. اگه این ویدیو برات مفید بود کانال ما رو سابسکرایب کن، کامنت ها برام بنویس که کدوم راه حل بیشتر برات مفید بوده. تا اقدام بعدی و ترفند بعدی، بدرود.